بریم. خیلی جذاب و تاثیرگذاره. من قشنگ ترغیب شدم چایی بخورم. شما چی؟ اینجوری که اون درخت ساکورا، درخت شکوفگی داسته کاپ حرارتیه. ساکورا. آره ساکورا. اول که شکوفه باز میکنه اینجوری سفیده، بعدن که هوا گرمتر میشه میوهش میخواد برسه رنگ برگاش عوض میشه و هم وقتی آبو اضافه میکنه رنگ برگاش صورتی میشه. جالبه. این سرد شد دوباره برمیاد باز. این حالت سینگی. بریم.